سلام دوستان عزیزم. تا به حال درباره لوبیا درمانی چیزی شنیدید؟ کسایی که کمردرد دارن و کسایی که درد کلیه دارن حتما به این کلیپ ویژه نگاه کنن. ما این جلسه هم براتون میخوایم رنگ درمانی یاد بدیم و هم لوبیا درمانی رو. این دو قسمت توجه کنید، از انگشتتون میارید بالا آخرین گودی که دیده میشه یا از این بالا اولین گودی که دیده میشه. کسایی که کمر درد دارن و کلی درد دارن خیلی دقت کنن. دو تا لوبیا رو میذارن اینجا، براشون ماساژ میدن. وقتی درد به انگشتا بزنه یا به بالا بزنه ادامه بدید، خیلی بیشتر ادامه بدید، یعنی سریعتر مشکلتون رفع میشه. کسایی که کهیر میزنن، کسایی که مشکلات دور گرفتگی دارن، این کار رو انجام بدن مشکلشون انشالله کامل رفع میشه. به امید روزای خوب.